درود به بینندگان گرامی رادیوی آزادی. این سرخط خبرها است و من زرنگزی نوروزشاه. در تاجیکستان 200 میلیون دلاری آدمان را قانونی کردند. امبودسمن تاجیک گفت به دیدن ژورنالیستان زندانی می رود. امسال از تاجیکستان کسی با کوتای دولتی برای تحصیل به قرقیزستان نرفت و عبدالرزاق گفت برای کوتاه‌قدی‌اش تبعیض و از تحصیل در مکتب محروم شد. تفصیلات این و خبرهای دیگر در ادامه برنامه. طبق اطلاعی رسیده شب گذشته یک موشک روسیه به بینای بلندداشتانه استقامتی در مرکز شهر کراماتورسک اوکراین برخورده کمش 3 نفر را به قتل رساند. در این حادثه 25 کس دیگر جراحت برداشته است. کراماتورسک زیر نظارت اوکراین است و در کنار شهر بهموت قرار دارد که مورد حمله های پیوسته نیروهای روسیه قرار می گیرد. نماینده اداره نظامی ولایت دونتسک اوکراین پاولا کیریلنکا می گوید عملیات نجات ادامه دارد، زیرا به احتمال زیاد در زیر ویرانه ها آدمان باقی ماندند. پلیس ولایت دونتسک گزارش می‌دهد که از آتش موشک اسکندرکی نیروهای روسیه 8 بنای استقامتی زیان دیده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی حمله موشکی به کراماتورسک را محکوم کرد. روسیه در این باره شرح نشر نکرده است. بر پایه معلومات سازمان ملل متحد تا میانه‌های ماه ینور در جنگ‌های اوکراین بیش از 7000 فرد ملکی و از جمله 400 کودک کشته شده است. تاکید شده است که این آمار حالت‌های ثبت شده است و شاید شماره قربانی‌های آسایشته نزاع در اوکراین به مراتب بیشتر باشد. در تاجیکستان 10 میلیون دلار را قانونی کردند. بعد قبول یک قانون پرسر و صدا درباره قانونی کردن پول و ثروت پنهانی در تاجیکستان، ساکنان در کمتر از 1.5 سال بیش از 200 میلیون دلار را قانونی کردند. حاکم خالقزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفته است پول‌هایی که در این مدت از حساب‌های پنهانی و دیگر جای‌ها برگرداندند در مقایسه با سال 2002 خیلی زیاد است. سال 2021 در تاجیکستان قانون درباره عفو بنابر قانونی گردانی دارایی‌ها و مبلغ‌های شهروندان قبول شد که هدف آن تامین شفافیت گفته می‌شد. طبق آن هر کسی که پول و ثروت به دست آورده پنهان کرده است باید آن را قانونی کند و هیچ جزا هم نمی‌گیرد. امام علی رحمان در گذشته منصبداران را برای پنهان کردن ثروت در خارج تنقید کرده بود. امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان گفت تا امروز با ژورنالیستان زندانی نه در بازداشتگاه و نه در محبس ملاقات نداشتند، اما تصمیم دارند در ماه فوریه از وضع آنها خبر بگیرند. حسن‌الدین ندایف یک مسئول وکالتدار حقوق انسان روز 2 فوریه در نشست خبری گفت الکی با مسئولین مربوطه زندانها مشورت کردند و روزهای نزدیک به دیداربینی دلیر امام علی و عبدالله غربتی خواهند رفت. مسئولین وکالتدار حقوق انسان همچنین گفتند در مورد شکنجه شدن ژورنالیست عبدالستار پیر محمدزاده کسی به آنها شکایت نکرده است. پیر محمدزاده در ماه اکتبر سال گذشته با ارسال یک نامه از زندان نوشت که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه بود. عبدالستار پیر محمدزاده، محمد سلطان، ذوقی سید امینی، عبدالله غربتی، دلیر امام علی، الفت خانی محمدشایه و خوشروز جمعه از جمله خبرنگاران و بلاگرانی هستند که در یک سال اخیر در تاجیکستان به زندان محکوم شده‌اند. مقامات آنها را بر رساندن اطلاع بر دروغ و همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار نموده به سالهای طولانی روانه زندان کرد. نزدیکان و سازمان‌های ژورنالیستی اتهام را علیه آنها بافته می‌دانند. دادستانی منطقه کولاب قضیه پرسر و صدای مرگ عبدالقهار رازقов در بینای پلیس را شرح داد. مرگ او در اول ماه ینور اعتراض 10 ساکن کولاب را به بار آورد. مقامات دادستانی گفته است حالا رفتاری برخی از اعتراضگران را هم برای مانع گذاری در تشخیص و به ترتیبی در نزد سردخانه تفتیش دارند. در رابطه با این قضیه یک میلیسا بازداشت شده، 2 نفر با شرط بیرون نشدن از جای زیست در آزادی اند. شرح مفصل‌تری دادستانی منطقه کولاب را در برنامه اخباری آزادی 4 ساعت بعد پیشنهادی شما میکنیم. سال گذشته تاجیکستان و قرقیزستان برای تحصیل دانشجویان در کشورهای همدیگر بورسیه جدا نکردند. مسئولین وزارت معارف تاجیکستان میگویند بر اساس شرطنامه‌های حکومتی دو کشور همساله برای تحصیل دانشجویان بورسیه جدا میکرد. به اطلاع رسمی فعلا در قرقیزستان 42 دانشجوی تاجیک مانده است. اکثر دیگر به دانشگاه‌های کشور انتقال داده شدند. این هم در حالی است که به گفته مسئولین وزارت معارف دانشجویان قرقیز در تاجیکستان بدون مشکل تحصیل دارند. بعد 2 مناقشه کلان در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روابط دو کشور تیره شد.
در ضمن با اطلاع وزارت معارف تاجیکستان تعطیل‌های تابستانه مکتب‌ها کم کرده نمی‌شود. امسال به دلیل سردی تعطیل خوانندگان 8 روز دراز کرده شد. مسئولین گفتند این روزها را از حساب 5 روز کم کردن تعطیل بهاری و براه ماندن درس علاوگی جبران خواهند کرد. خوانندگان از 1 ایون به تعطیل تابستانه می‌روند. عبدالرزیق بلوگر و آوازخوان تاجیک که با شرکت در لایحه معروف تلویزیونی هندی بیگ باس 16 در خارج از تاجیکستان هم مشهور است، از روزگاری دشوار و تحقیر و تبعیض خود در تاجیکستان نقل کرده است. وی گفته است زمان نورسی وقتی در بازارها برای دریافت پول سرودخوانی میکرد، مردم او را میراندند و تحقیر میکردند. در صحبت با نشریه هندی The Free Press Journal، عبدالرزیق گفت او به دلیل کوتاه قدیش از تحصیل در مکتب محروم بود. این جوانی تاجیک را چون خورجوسترین آوازخوان میشناسند. چون معمول در این قسمت برنامه از قرب اسعار خارجی در تاجیکستان میگوییم. بانک ملی امروز 2 فوریه نرخ 1000 روبل روسی را 146 سومانی، 1 دلار را 10 سومانی و 30 درم و 1 یورو را 11 سومانی و 23 درم تعیین کرده است. در بانک‌های تجارتی نرخ میتواند اندک فرق کند. تشکر از شما بیننده عزیز برای همراهی. برای دیدن و شنیدن خبرهای مهم و جالب دیگر حتما 4 ساعت بعد به رادیوی آزادی برگردید. در برنامه اخباری آزادی شما را انتظار خواهیم بود. تا ملاقات در برنامه.